سلام دوستان عزیز و گرامی علویدین بوریف. با همه شما امروز خوش و با فراغت باشد. چه که میدونید آزمون پیشگویی از شما توفه از ما همان ادامه دارد و امروز روز جنبستی هفته پیشینه است. چون شما خوب میدونید این آزمون ما با سرپرستی شرکت وطنی فرمول 55 دایر میگردد و در آن بار اول یک دوست ما غلبه کرد. این پوشیده نیست. وقتی که با شیرین من نوشتم که شیرین ولیف کی باشد، شما غالب هستید. شیرین ولیف به شناس شیم دیرکتور ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه هستند و اینجا ما مرحبا بگیم شما با این توفهتون. اما پیش از همه میخواستم که چند سخنی گفته باشد. شاید بسیاری‌ها فکر میکنم که ما توسط شناسبازی بعضی توفه رو تقسیم میکنیم، اما در برنامه ما چنین نیست. این رو من با شما بار دیگر گفته میتوانم و هم دیگر رفیقانی که هستند شاید از اونها هم پرسید، اونها هم گفته میتونن. کارای شما چی است؟ محمد تشکر. خوب ورزشگاه دیدیم که بسیاری از بازی‌های جام کنفدراسیون فوتبال اصول با درجه عالی گذرونید. به هر نوع مشکلی‌ها هم هستند بعضا در ورزشگاه. البته به مشکل نمی‌شود. کار که باشد مشکل البته است. شما در آزمون ما دومی اشتراک می‌کنید؟ من دوم بار اشتراک می‌کنم. راستیگه همین دفعه خیلی دیدم که من در شما تکلیف کردید زنگ زدید که غالب آزمون برو اومده. راستیگه خواستم چیزی فهمیدید که غلبه کردید. البته من در این برنامه پیش هم می‌دونم که شفافیت بود. اینجا جای فاند فریب نیست. راستیگه خیلی من باور داشتم که غالب میبرم، چون که من هم پیشگویی رو خودم تماشا کردم دیده بودم. سلام باشید دوستان عزیز. شیرین ولیف بازی برای دستور خوجان اولوی رو 2-0، کوکتوش کلوی مرکزی ورزش ارتش رو 3-1، فایزکان دوشنبه 2-2 پیشگویی کردند که این در حقیقت درست اومد و این که از غالب مطلق ما هستند. چیز دیگری که من میخواستم بگویم پیش از اون که این کس ما فکر کردم که در استودیو تلویزیون هم بودن، یکم بار نبودن. وقتی که اینجا بودن بسیاری ها میشناسن، دیرکتور ورزشگاه هستن، گفتن که خب اینجا یکم واسطه شده است، چهله شده است که شما اومدید. این تو با شما چی در کار بود که شما به اینجا بیاید؟ دوری ورزشگاه پر از توپ است. اونقدر چی جواب دادن میدونه؟ چی جواب دادید؟ راستیگه من گفتم که دسته یک توپ نیست. اینجا تکلیف که تکلیف شده است، قدری بودم از همه بالا بیستم. من خسته اومدم. البته ما از شما قناعتمند هستیم و این توپی که حالا در دست من از سرپرستان ما هستند با شما تقدیم میشد. بگذار شما بازی نکنید، اما در جای میمونید میگه که در همون پیشگویی از شما توفه از ما دسترس شد و با فرزندانتون چیزی هست که شما بگید که غلبه هم کرده اید. سلامت باشید. این توفه شما هست. اما دوستان گرامی، چون شما میگید که در پیشگویی از شما توفه از ما باز یک توفه دیگر هم هست برای جای دوم، این هم باشد. این پیراهنی هست که اینجا ما داریم. این پیراهن با نفر دوم سپریده می شود و 2 نفر هستند. امروز اینجا حالا یوربای خولمرزویف نتیجه بازی خوجان اولوی 2-0 و فایزکان دوشنبه 2-2 رو خوب درست معین کردند. اسفندیار مهربان خوجان اولوی 2-0 و استرافشان خطون 1-2. یعنی ببینید این 2 نفر هم یکی از اینها باید صاحب توفه شود. به خاطر اون که باز شفافیت رو ما با شما پیشکش کنیم، ما همین نونها رو 1 کیله با طور نودید با هم میپیچونیم. سپس چون شما میدونید که اینجا ما یک جام هم داریم که در اینجا اصلا قرعه کشی گذاریده می شود و ما باید هر دو این نفرانی که 2 جوابی درست دارند قرعه کشی خود رو برپا میکنیم. اینجا میگذاریم، توپ میتیم. این را که معین میکند غالب امروزه ما شیرین ولیف. شیرین ولیف شما یک بار میتونید که این رو توپ دهید و یک نفر رو گیرید. حالا ما این ورق یا خود کاغذچه پیچونیدش رو بکشویم. سرنوگ است. شما کی میگید؟ من میگم که یوربای خولمرزویف، اونه که خوجان اولوی رو 2-0 و فایزکان دوشنبه رو 2-2 پیشگویی کرده است. صاحب توفه میشود. خولبای شما هم به نزد ما باید این
توفه از شما است، از دست ما این توفه رو هم بگیرید. سلامت باشد دوستان گرامی. بر آزمون و همچنین برنامه‌های ما ادامه دارد. در همون آزمون‌های ما شرکت ورزید. ما روی روز با شما هم توپ بدیم، هم پیراهن بدیم. این یادگاری هست. سال ما هم میرود. هممون به جای میرسیم. نبیره‌ها کدامشون، فرزندها کدامشون یادگاری بکنیم اونا. بیایید با هم باشیم. سلام باشید. Dur, ne olacak ki şimdi bu hayat